تا چند آدم اگر برادر دستات پیشی بر خمو بدوی و چاپلوسی کنی و مقصد پدخلی میکنی و دیگر کنی، همون قدر ختم خور میشه، دین هم همون قدر خور میشه. ولی پیغمبر ما میگه هر کسی که اگر سحر برای خاطری نداشتنی در خانه چیزی اگر بخیزه و میگه هم تا چهرش ترش کنه غمدار خچه بگیرد، او همچنان است که خداوند در بین مردم غیبت کرده است. هر کسی که میگه اگر پیغمبرمان یک آدمی مالدار اگر به خاطر پولش اگر تعظیم کنه و دستاش پیشی بر کند، سه یک دینش ای بین میرود.